سرخط خبر: تشدید روند اخراج افغان‌ها از ایران. همزمان با فرارسیدن فصل سرما، مقامات وزارت مهاجرین و حکومت امارات اسلامی اعلام کردند روند اخراج افغان‌ها از کشورهای همسایه شدت گرفته است. با گزارش دفتر منطقه خبرگزاری تصنیم، عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست وزیر حکومت امارات اسلامی، با اعضای کمیته اسکان موقت دیدار کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط ارگ، در این دیدار عبدالرحمن راشد، معاون وزارت مهاجرین، به نمایندگی از سایر اعضای کمیته اسکان موقت گزارش از فعالیت‌ها و برنامه‌های این کمیته ارائه کرد. راشد گفت هرچند بازگشت اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه شدت یافته است، اما مسئولین کمیته متذکره با فرمان‌های رهبری کمیسیون و تشریک مساعی سایر کمیته‌ها توانسته موضوع اسکان عودت کنندگان را مدیریت کنند. حنفی نیز در این دیدار خاطر نشان کرد با توجه به رسیدن فصل سرما، مسئولین کمیته ها خصوصا اسکان موقت تلاش کنند تا افغان‌های عودت کننده با مشکل مواجه نگردند. خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین امارات اسلامی، نیز پیش از این گفته بود امارات اسلامی از بازگشت مهاجرین افغان استقبال می‌کند و باید به آنها اجازه داده شود تا به طور داوطلبانه به افغانستان بازگردند. حقانی در دیدار با مقامات سفارت ایران گفته بود که هیئت حاکمه افغانستان مصمم است مهاجرین را به این کشور بازگرداند، اما برای انجام مؤثر این روند باید یک سازوکار مشترک ایجاد شود.